حالا که بچه‌های عشق ابدی موقتاً تو سلحنون لایوی در کار نیست، براتون دوتا اسپویل خیلی باحال از شاهین و دکتر پژمان آوردم. مطمئنم که شنیدنش واسهتون جذابه. حتما با من همراه باشید، با سلویت سودا همراه باشید. تو عشق ابدی تا به اینجای کار تقریبا 90% بچه‌ها حاشیه‌های درست حسابی ساختن و اسمشون رو مدام تو سوشال میدیا میشنویم. ولی تقریبا کم حاشیه ترینشون به جز الهی که تازه اومده دکتر پژمان هست. البته پژمان هم تازگی اسمش رو زیاد میشنویم از بابت اینکه دکتری که دکتر نیست. به ادعای خیلیا پژمان اصلا پزشکی نخونده و کلا حرفش در مورد پزشک تغذیه بودن دروغه. حالا ما کاری به این قسمتش نداریم. یه خبر داغ از پژمان واسهتون آوردم که خیلی جالبه، ولی اینکه چقدر صحت داره طبیعتا مثل باقی خبرها بعداً بیشتر مشخص میشه. اونم این که پژمان برادر یکی از عوامل سازنده این برنامه یعنی عشق ابدیه. جالبه نه؟ اسم این خانم مریم تهمتن هست که به همراه همسرش آقای عباس پاکنهاد از عوامل اصلی پشت صحنه عشق ابدی هستن که اتفاقا پسرشون به اسم راستین بازیگر معروف نقش کریم شاه تو سریال اسم من فرحه هستش. جالبه که اگر تو لایو پژمان با فرشاد توجه کرده باشین و الان هم یادتون باشه، پژمان گفت من خواهرزاده‌ای دارم به اسم راستین که از اینجا میخوام بهش سلام بکنم. البته چیزی که مشخصه فامیلی پژمان و خواهرشون یکی نیست و علتش رو هم ما نمیدونیم، ولی چیزی که جالبه خانم مریم تهمتن تو استوریش مطلبی نوشته بود و اونجا مستقیما به خواهر و برادر بودنش با پژمان اشاره کرده و حالا چرا پژمان خواهرش رو فالو نداره باز همین مسئله جداگانه است که ما نمیدونیم. و خب این مسئله باعث شده که مخاطب‌ها به این نتیجه برسن که صلاحیت سنجی تو این برنامه اصطلاحاً کشک بوده و خیلیاشون با سفارش فامیل و آشنا تو برنامه شرکت کردن. البته به نظر من این موضوع راجع به همه بچه‌ها صدق نمی‌کنه. روزمرگی براتون بذارم. دوباره باشگاه اومدیم، دوباره غذای خوب، دوباره لایف بهروزی هستم، مشاور تغذیه و آمادگی جسمانی. امروز میخوام در مورد سخت‌ترین مسابقه موجود در نیازمند فکر تمام. خب حالا بریم سراغ خبر جذاب بعدی. خبر بعدی از شرکت کننده ای هست که طبق ادعاها قرار قسمت‌های 50 به بعد به برنامه اضافه بشه و اون کسی نیست جز دوست دختر شاهین. بله، فقط آقای معلم یا همون میلاد نیست که با وجود داشتن پارتنر اومده بوده تو برنامه و اتفاقات آنچنانی رو رقم زد. آقا شاهین هم تو همین دسته قرار میگیرن، یعنی دوست دختر داشته. دوست دختر شاهین یعنی خانم محدثه اتفاقا یه دختر ورزشکار و قهرمان تو ورزش 2 میدانی هست. جزئیات قضیه همینه که طبق گفته ها و شنیده ها شاهین وقتی میخواد بیاد تو این برنامه محدثه کلی ناراحت میشه و اعتراض میکنه، ولی شاهین بهش میگه این فقط یه مسابقه است و من واسه پیدا کردن عشق نمیرم. با این حال این دوتا به مشکل برمیخورن و باز هم طبق گفته ها محدثه قرار قسمت 55 به برنامه اضافه بشه، یعنی تحمل اینو نداشته که اجازه بده شاهین به اسم مسابقه هر کاری دلش میخواد انجام بده. و جالبتر این که محدثه تو پیجش همه بچه‌های عشق ابدی رو فالو داره به غیر از شاهین و تناز. حالا باید منتظر باشیم ببینیم چند درصد از این ادعاها درسته. در چشم دوکی نیست و این مهمه. به من نگاه میکنیم رفت یه کوکی درست کنه برامون بیاره، دستش درد نکنه. به من نگاه کن. مشکوک دارم میشم. اونی که بخواد بره مستف بگیرم میره، شل بگیرم میره. و حالا بریم سراغ بحث جذاب جایزه. این جایزه $30,000 که شرکت کننده ها دارن به خاطرش خیلی از کارهایی که حتی نباید رو میکنن. با اینکه بیشتر از 2 ماه از ضبط و پخش برنامه داره میگذره، هنوز جایزه رو به برنده ها ندادن و طبق یه سری شایعاتی که قوی هم هستش گفته میشه که تا سال دیگه هم اهدای جایزه صورت نمیگیره، چون بچه‌ها یه قرارداد سنگین 40-50 صفحه‌ای رو امضا کردن که کوچکترین تخلفی از مفاد این قرارداد باعث لغو اون جایزه میتونه بشه.
حالا شما خودتون حساب بکنید با این همه حاشیه و احتمال درز کردن حقایق پشت صحنه و اسپویل های احتمالی چقدر میشه به رسیدن جایزه به برنده هاش امیدوار بود. یکی از دیجای خفن اینجا توی موقعیتی جلوی این میلیون نفر چین عشقی پدیدار بشه که اینقدر هم توش چیز باشه. کسی از ناراحتی کسی خوشحال نمیشه. داداش من تموم شد دارم. الانم اگه دارم اینجوری باهات حرف میزنم. و در آخر ماجرای بوسه بحث برانگیز طناز به شاهین که تو قسمت قبلی دیدیم. یادتون باشه سیاوش گفت بچه‌هایی که پارتنر دارن کمکاری میکنن، همدیگه رو نمیبوسن که آدم ببینه و دلش بخواد. و طناز هم مثل همیشه سریع دست به کار شد و خب مخاطب‌ها چیزی که دیدن و تفسیر کردن اینکه شاهین خیلی هم خوشش از بوسه های طناز نمیاد و انگار یه جورای زوریه و حتی بعدش لبش رو پاک میکنه. آقا شاهینی که دیوار هاشاش همیشه بلنده باز با یه توجیه دیگه اومده. ببینید با هم استوریشو. قسمت دیروز و پریروز رو فکر کنم نگاه نکردم، قسمت امروزم که نمیتونم نگاه کنم. 2-3 قسمت از شماها عقبم. بعد دارید در رابطه با بوسه های شیرین طناز صحبت میکنید، میگید که چیزایی که من دیدم تیکه داخل این اینستاگرام دیدم و چیزایی که دایرکت بوده و کامنت هایی که خوندم، آقا چرا اگه طناز زمانی که ماچت میکنه تو دهنتو حرفرز پاک میکنی اینجوری میکنی؟ نه آقا، نه، شایعه درست نکنید. اولا من برید دقیقا دقت کنید، بار اول که حقیقتا اون ماچه بود من فکر کردم رژده. بار دوم من حقیقتا کلا خجالت کشیدم اینجوری کردم، یعنی این چیزی رو من پاک نکردم و خجالت کشیدم همین. و اینکه اینا یه لب نمیگیرن که آدم دلشم بخواد. بیا خب حالا دیگه بسته دیگه. خیلی ممنون از این دوتا همیشه. ولی اون خبر آخر نبود. خبر آخر رو با پیکسی یا پریسا تمومش میکنیم. پریسا در مورد این که چرا اصلا تا به اینجای برنامه با کسی اوکی نشده و اصطلاحاً از سمت مخاطبا گفته شده که کسی پریسا رو گردن نگرفته داره یه توضیحاتی میده. حالا شما خودتون ببینید و قضاوت بکنید. کسی گردنت نگرفته که خوب اومدی. من به هیچ کس چون نزدیک نشدم، اصلا کسی فازی نداشتم که بخواد منو گردن بگیره. من اگه از کسی خوشم میومد یه اشاره بهش میکردم، یه نگاه بهش میکردم، یه لبخند فقط به یکی میزدم، مطمئن باش که با کله میومد سراغم. ولی من اصلا از کسی خوشم نیومده بود که بخوام به کسی آمار بدم یا با کسی اوکی بشم یا برم پیشش بشینم بخوام باهاش صحبت کنم یا دیت داشته باشم. وقتی پسری میبینه که من اصلا هیچ فازی روش ندارم، میدونه که نباید خودش رو سبک کنه و بیاد با من حرف بزنه. خب به انتهای ویدیو امشبمون رسیدیم. امیدوارم که مثل همیشه پسندیده باشید. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید که منتظریم. البته ازتون خواهش میکنم که در کمال ادب کامنت بذارید. متشکرم از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. خدافظ. خیلی بزرگ. نه خیلی هم خیلی نیست. قدر امروز قدر بعد یه کیس جدید بیاد. حتی 3 تا فتنه بندازیم داخل. آره. نه نداشت. نه اصلا خیلی حرف بدی زد اینجا. چی گفت؟ به من بوده یعنی چی این حرف؟ لبه استخره رو خب و فکر